ماجرای پنجقلوها که یادتون هست، پنجقلوهایی که در زمان تولدشون بهشون از سوی مسئولان وقت یه خانه هدیه داده شد. بچه کی از همه زودتر دنیا آمده؟ علیرضا. وقتی هم چند ماه قبل سراغ این پنجقلوهای 9 ساله رفتیم، پدرشون گفت که بابا خونه رو دارن از ما پس میگیرن. دوبار ازایی اومده. ازایی چی؟ ازایی که از این خونه بارنشین بچه‌هاتون دیگه بزرگ شدن باید تخلیه کنه. بعد از پخشون گزارشم خیلی از مسئولین به ما زنگ زدن، به ما گفتن خیالتون راحت باشه ما حل میکنیم، ولی بعد اون هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حالا خبر اومده که دوباره احضاریه براشون اومده که خانه رو باید پس بدی. تا 7 روز ما بریم دفتر خونه که تعهد بدیم که تا 3 ماه دیگه باید خونه رو تخلیه کنیم. پدر مادر پنجقلوها میگن اگر هدیه بود چرا حالا دارید خونه رو از ما میگیرید؟ همینجا جلوی تلویزیون حتی 23 همه برنامه ها ما رو نشون دادن که این خونه هدیه ما دادیم به اینا، همین وسط اتاق همینجا. بعد هیچ دیگه بعدش ما رفتیم، تازه خودم هم رفتم تهران یه بار، به ما گفت مگه دولت زمین اضاف داره به شما بده؟ گفتم چطور جلوی تلویزیون اعلام کردین؟ شغل پدر راننده خدمات شهریه و مادر هم خانه داره. راه حل دیگری ندارم که با 5 تا بچه کی اجاره میده با این گرونی وام بعد چینا. به نظر میرسه برای حل این مشکل نیاز به یک تصمیم گیری قاطع و البته سریع هست و مسئولان مربوط هم تو این زمینه باید پای کار بیان. حسینیه بای، خبرگزاری صدا و سیما.